میشد که 100 سوم تیم امروز خود استراحت کنید. داریشو نمیرم. استراحت نکنید. نه. داد نمیرم با. نه خراب نه. میشد که امروز شما را پلاتیت کنیم و رفته استراحت کنید. داخل حجره دعا کنید. السلام علیکم. لازم بابی جان خوبین؟ سلامتی خوبه. ماه شریف رمضان مبارک باشه. در حق هم حجره دعا میکردیم. السلام علیکم. لازم بابی جان خوبی؟ سلامتی خوبه است. شما نازنین ماه شریف رمضان. ماشاءالله. یه 50 تومن بگی و رفته عادی که استراحت کنه. السلام علیکم تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. میندار هستیم که با ما هستیم و ما را دستگیری میکنین. امروز نوار ما کمک به محتاجان و معیوبان هست که در ماه شریف رمضان خواستیم همین معیوبان و محتاجان را یک کمی هم که باشد کمک خود را رسانیم و همه این به خاطر شما است، با دستگیری شما هست دوستان عزیز. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که بهترین خیر آن خیری است که در ماه شریف رمضان او را خیر میکنین. دوست آرامش دل شما است. السلام علیکم مادر جان. خوب هستین؟ یک چیز پرسم ممکن است؟ خود بچم بمونم داریش کویسیو. از شهر تو بگار همجا می‌نشینی نه؟ امی خط تو که قوان میکنم دو میکنم تو ساعت رو یاد رو میدم بمونم. چند قدر کار میکرده باشه؟ خیلی زود کار کنم نمیست. شهر کنم اکالی رمضان است. برای رمضان پیت رمضان یخی میکنم برای دو دوی نمیکنم میگم سلام علیکم. میشد که 100 سوم تیم امروز خود استراحت کنید. داریشو نمیرم. استراحت نکنید. داد نمیرم با کدور نمیرم داد خدا جان تو چی نیاز داشته باشی؟ انا این سمو را بگیره این افا جان. امروز استراحت کنید. در حق مهاجرات دعا کنید. بمرم در مهاجرات خدای مهربان اولا عمری دراز رزق روزی مسلمان خیر و سخاوت صاحب ایمان چه عرضه در دور داری در مراد پدر و مادرات هزار فرزندان در کمال دیدن. سلامت باشین مادر جان. امروز استراحت کنید. معلش سلامت باشین. میبینیم که این مادر از اینجا رفته است. خداوند ما و شما را تیانده کند اما طلبنده نه. السلام علیکم. علیکم خوب هستین که سلامتی خوب است؟ سلامتی و بهتر است انشاءالله. از سهر تو بگو همینجا هستی نه؟ تو چند قم میشینید؟ پیش میرم. آره نه. چقدر سون کار میکرده باشه؟ چقدر سون کار میکرده باشه؟ نه برادر جان. نه. میشه یک 50 سون شستیم. میشود که 100 سوم بتیم امروز رفته استراحت کنیم. برای چی؟ 100 سوم میتیم رفته استراحت کنیم امروز. زرگون بخوای؟ نه هیچ نیست. تنها میخوایم که استراحت کنیم. توجیکی؟ البته توجیکی. میشود؟ زرگون بخوای نه یکون گپ نیست برادر عزیز. از این میبینه بوشم میام مرا بکن. برای چی؟ میخواه کشتی در خودتون است. نخواهید هیچ گپ نیست. میخوایم رفته استراحت کنیم. استراحت ناسی باشه داود همین سوم امروزاتون رو میدادیم میشه رفته استراحت میکردیم در حق مهاجرای دورای وطن یک دعا میکردیم. عرض دعا میکنیم. میشود که 100 سوم در تیمو رفته استراحت کنیم امروز. اما میرم چیز رو هم بگم زیگ میشم زیگ میشین در خونه؟ خونه زیگ میشم.
خب ما 100 سومتیم در حق مهاجرای دور وطن دعا کنیم. میشود؟ یک دعا میکردیم. پروردگاریم گذشتگی های ما و شما را مغفرت کنید. غریبا را پروردگاری ما یا فتح زمان یا رسولانی ای تمتعی ناگاهان، ای بلای آخری زمان، ای آدمای ناگاه نگهبانشان کنند، مشکلاتشان آسان کنند، سربرندشان کنند، خدا براشان و تبا مراداشان برساند. آمین. الله اکبر. رحمت. خدا نگهبانتون شما. حیات جان. ما انیخ یگان گپ است. نه یگان گپ نیست، تنها در حق مهاجران دعا می‌کنیم. تمام. ما همینجا اصلی چیزات از خداوند با ما. ما که همه چی بگم؟ اکم شرایط شده راستی بله میدونم. یه هم ما دارم همه کده 15 سال شده نمیتونم برداشته یکم تا پرابلی نشید کنم. بله بله. بودکو بیاخر این همه چند جو خرد دارم ما خودم نیم بودکو همه به سبب همین مگرم هیچ کو کنیم خودم در افغانستان خدمت کردیم. بله. این فونسه پوامش رفتگیه. بله میفهمیم. تنها در حق مهاجرانی که دور وطن است همونها در یک دعا میکنیم. ببینین برادران عزیز، می ترسم اگر ما در اینجا سوم زیاد به اینها می دادیم اینها قبول نمی کردن، می ترسیدن. شما هم در حق این برادر دعاگو باشین. الله شفا دید، از همه مشکلی ما و شما را رها کند. همیشه دستی با دعا باشین. السلام علیکم. ارواح است که؟ ارواح است؟ میشد که امروزه شما را پلاتیت کنیم و رفته استراحت کنیم. در حق مهاجر دعا کنیم. در حق مهاجر دور وطن فقط یک دعا کنیم. ده دعا در حق مهاجر کنیم انشاءالله. خدا نگهبانتون. رفته استراحت کنیم. در حقشون دعا کنیم. ماشاءالله. خدایا بندگانت را نگهبان باش، چون خودت ما را بای و خودت ما را کم بغل میگردانی. ما را محتاج دری همسایه مکن. السلام علیکم. لازم بابی جان خوبین؟ سلامتی خوبه؟ ماه شریف رمضان مبارک باشه. در حق هم مهاجرای دعا میکردیم. مهاجرای دور وطن. سلامت باشه. این سوما گیرین در حق ما هم دعای دیگه کنید انشاءالله. خب سلامت باشین. سلامتی خوب است آخر؟ سلامت باشین. خب سلام علیکم. سوزی بابی جان خوبی؟ سلامتی خوب است؟ ماشاءالله. یه 50 سوم بگی و این رفته عادی که استراحت کنم ایلا. خدا بچه‌دار میده دارد در نامه همه خدا نوشته. یه روز رفته استراحت کرد. معلش. خب معلش. درمون الله.
Saksofon Gündüz təqdim edir. خب دوستان عزیز شما تماشا کردین نوارا نمیدونم با بسیاری پسند با بسیاری ناپسند است اصلا انسان هایی که میگویند که نخواه خیره شما با نوار گیرین یک چیز نگفته نماند همین خیلی از دوستان عزیز که مثال ما یک کار میکنیم یک کسی دیگر دیده و از اون عبرت گرفته و مثال باز وایم رو به همین خیریه میزند و مثل فیلم های تربیوی که ما گرفته بودیم بسیار از برادران ما هم رو به همین فیلم های تربیوی آوردند و اینا بسیار فیلم های تربیوی را به نوار گرفتند همین خیلی از دوستان عزیز این برنامه ما است ما هر چیزی که کنیم باید به نوار گیریم نه تنها خیر اما تنها به خاطر شما این اما دادم و خیر از نام خودم نیست از نام شما است بلکه شما رو خودتون ندیدین شما خودتون ندادین مثال شما خبر هم نداشتین سوم شما را گویا که ما دادگی هستیم این هوا نوار این روزه ما حتما با ما باشید در شبکه صدای امید ابونه شوید و از بهترین نوارها با خبر باشید. صدای امید آرامشید.